درود به همه دوستان عزیز. کوروش سلامی هستم با آموزش جابجایی ارز دیجیتال به ولت شخصی خودتون. توصیه من نیست، توصیه بزرگان است که ارزی رو که فکر میکنید مستعد رشد هست برای سالهای آینده اون رو نگهداری یا همون هولد کنید در ولت شخصی خودتون. هیچ وقت ارزی رو در صرافی نگهداری نکنید که یک موقع مشکلی برای اون صرافی پیش میاد امنیت شما، ارز شما به خطر نیفته. چنانچه از یوتیوب دارید این فیلم رو میبینید، ممنون میشم که سابسکرایب و دکمه زنگوله رو بزنید و اگر هم از اینستاگرام میبینید که باز هم ممنون میشم اگر لایک و شیر کنید. خب بریم سراغ آموزش انتقال ارز دیجیتال به ولت شخصی. ببینید دوستان، هر ولتی میتونه ارز شما رو نگهداری کنه. من به طور مثال از تراس ولت استفاده میکنم. برای امنیت تراس ولت اولین کاری که باید بکنید اینه که 12 تا کلمه پرایوت اون رو بردارید و در یک گوشه روی کاغذ بنویسید. اگر هم که در ذهن خودتون حفظ کنید که دیگه چه بهتر. اما نکته مهم اینه که هیچ وقت داخل گوشی خودتون به صورت شات یا عکس اونو نگهداری نکنید. حتما داخل یه برگه‌ای باشه، اون رو در جای امنی نگهداری کنید، چون اگر اون برگه به دست کسی بیفته به دارایی شما دسترسی داره. بعد از اینکه اون 12 تا کلمه رو برداشتید، دیگه حتی اگر این رو از گوشی خودتون هم پاک کنید، هر چندین سال دیگه با اون 12 تا کلمه پرایوت میتونید وارد اکانت خودتون بشید و به داراییتون دسترسی داشته باشید. خب بریم سراغ انتقال ارز. بعد از اینکه شما ارزی رو در صرافی ایرانی خرید کردید، میخواید انتقالش بدید به ولت شخصیتون. برای این کار اولین چیزی که احتیاج دارید آدرس مقصد هست. خب من به طور مثال میام اینجا ارز ریپل یا همون XRP رو آدرسش رو میخوام از اینجا بردارم که از جای دیگه ای ارسال کنم به اینجا. وارد ریپل میشم. اینجا چند تا گزینه داره این پایین: send, receive, swap, buy, sell، که ما با این دوتا گزینه بیشتر کار داریم: ارسال و دریافت. الان میخوام دریافت کنم اینجا، پس receive رو میزنم و اینجا این کلمات رو، این حروف رو به صورت کپی حتما توجه داشته باشید، دونه دونه ننویسید اون طرف وارد کنید، ممکنه اشتباه بشه. حتما کپی کنید و اون طرف پاس کنید. یه نکته دیگه اینجا set amount، اینجا میتونید amount send کنید، memo set کنید. ببخشید، مثلا من اینجا وارد میکنم 1359 0605 تاریخ تولدم. کانفیرم رو که بزنم این عدد به آدرس اضافه میشه و من دوباره حتما باید کپی رو بزنم به این آدرس واریز کنم. حالا میرم سراغ صرافی که میخوام از اینجا ارز رو ارسال کنم به اون صرافی. وارد کیف پول خودم میشم و روی ارز ریپل که موجودی دارم اینجا میزنم و دو تا گزینه داره این پایین: واریز و برداشت. برداشت رو که بزنم این فرم برای من باز میشه. نکته قابل توجه اینه که حتما باید چک کنید این بالا شبکه باید ریپل باشه. ببینید اینجا شبکه باید ریپل باشه، این طرف هم تراس ولت. اینجا آدرس رو از شبکه ریپل برداشتیم که اگر شبکه دیگه‌ای برداری دارایی شما از دست میره. پس این حتما این رو چک کنید. و گزینه بعدی قسمت موجودی هست که همه موجودی رو بزنم یا هر مقداری که میخوام انتقال بدم وارد کنم به صورت دستی و میریم سراغ آدرس که اینم پاز میکنیم. میمونه برداشت ارز با اون گزینه‌ای که اون طرف وارد کردم، یعنی ممو 1359 0605 بود. حالا اینجا
درخواست برداشت رو که بزنم این فرم نهایی رو به من میده. مبلغ برداشت، کارمزد انتقال، مبلغ دریافتی در مقصد و چک میکنید که آدرس درست باشه. حالا اینجا چون من مبلغ کارمزدم زیاده و ارزش انتقال این مقدار کم ریپل رو داره، من این رو لغو میکنم و انتقال نمیدم. الان یعنی این تایید و ثبت درخواست رو که بزنم، مبلغ بعد از چند دقیقه انتقال داده میشه به کیف پول شخصی من که من اینجا میتونم اون رو ببینمش. ممنون از همراهی شما. درود بر شما. خدا نگهدار شما.